برنامه نوید در کایف نیوز ادامه دارد و اینک ما تولیز او جیمشین کمکاگوخی زه میونه در دراز خیلی کم نه شب خونه برات فاست میگیر میمونی ایه اینک میگذاریم با حاضر خودش به نوشنیکم خبر دادند که در شهر خوجند یک شخصی نامعلوم забастовка اعلان کردند اینک پخشی مستقیم از جای حادثه دوستان گرامی ما در میکرانوی 28 واقع هستیم در اینجا یک چند شخصان نامعلوم ناراضگی خود را بیان کرده ایستادند بیایید با نزدیک با این شخصان شناس میشویم السلام علیکم السلام شما با کدام سبب ناراضگی خود را بیان کرده ایستادید اکو ما رفتی کار معقول نه این دیگه هر روز اگه تو رفت شهر ما خوش شده است راه آسفالت همه جا آباد شده است پیش دور بود دوریم پیش دور بود همه جا قداغ بود چخور قداغ و سنگاخ و میرفتم چوب تخته میخ بود رهنده چنگ توپلنگ همش ویشی بود اوزی باشد همه جا تکز ویشی خشره ما پروتیف اینجا فهمیدید برای چی شما زید اصلا شما کیم اصلاش من استوی خدوایشک فهمیدید من وولکانیزاسیون کار میکنم بالونو نکفی دوست یگان تا ماشین خدوای نکداس اپشتی چیزی اسفالتو زور کار نیست موقع کار مدگی نه اسفالت تولیس ارتیکف کایف نیوز کسبی کسری ماشتکه یکی از کسب‌های پرمسئولیت‌ترین و مشهورترین در شهر خوجند بوده بعضی کسب‌ها میگن که اماشک فرامده 82 داد گفتن این کاری آسان است ولی نه در این کسب پستی بلندی دارد اینک نواری نوبتی ما در این موضوع السلام علیکم و علیکم السلام نام شما نامم غیاس میگفتید که در وظیفه شما جهتی مثبت منفی دارد همون را شرح میدادید پلیسش همین که لوبوی رمی پول های ماسک راکرو بی پول marka خونه اون چوربینی شوی لوبوی ماسک بی پول خدمت می‌کنه اما زور در خواهی با автомат نمی روشنویده کشوپلش فیزیک کرده زور اما زور یخته مینوسه شای خلاص چی مینوس مینوسه همین که آدم پول میشه تو بعضی حالات بود آدم مول میشه کمیزه آدم تیلمنا میتونم همه جمعه نمیالش که خودم نمیگونجام مجبور تاکسی شده وقت رفته دیگه اصلا پلیس میسن هم ماسک بیاد رستیس شده میسن کلینت تست فرود تست کارو میزنن دایشه اما خودم منم خودم شوفر خودم کلینت دابوله و میگیو شین البته ما فاروق سنگینов و نامت زیبوتیه افضل شادیوف مخصوص برنامه کایف نیوز نه کارمندانی و کانال پرابلمی کفتنی توربه رو یافتند الان در کجای شهری که турбе накафат در آنجا фонтан сохтасиян Итак, блок объявлений. Колбасный цех по Айзерасу срочно требуются грузчики без рта. Потерялась в Худжанде очень умная кошка. Нашедшим یک سم را که راشد تا خودش ری خانش یافته میرد اینک معلوماتی آب و هوا امروز در خوجند آب ها خنک یا هم هوای بینی Хаугар. Это были новости на сегодняшний день. И сегодня в студии был Фарух Сангинов. и танер در گفتاس نونام سوخت خمیر که دیگه زشو ای یونا ای передачу کاری هی تونست داره موسیون کار در نزدیکی در شهر خوجند مترو ساخته می شود اینک پخش مستقیم از جای ساختمان خودتون رو معرفی میکردید من نبیف دلیل دیکتر او تستستروی ما امسال به نقشه گرفتیم که از خگو تا پنجشنبه مترو سازیم بسیار نیتین است این ساختمان متروی شما سالی چند بیت میرسد خدا خواهد سال 2067 ما به نقشه گرفتیم که تمام میکنیم یختی اینه گفتم که پیشتر سوالش تو ساختمان ما رسانده میشد می یکم گفت سوال ما نیده از من کارگر جیغزنا عبدو جیب عبدو آره ابد می ابد نیو اینا پستوسیان اصل 2067 پیشتر ساخته نمیشد است متروی پستوسیان کدام پیشتر ما یک خودم کوکوسمو ماکسیموم یارو دورت پیش میشد خلاص رحمت باری کمی دارم که شهروندان بسیارم خرسند عبدو بابا ریس ابد می ابد زبرم ابد به بابا کرام شوربا بیاری بله برام شما چی بابا دوستی شاشلیک بیارید رئیس گنده مونده شده وقتی پیریس میگم شده عبدو پیریس میگه پیریس میگه چیزه اوز میبینی خودت عبدو خلاص نکن داداش چی بشه نکن عبدو تستا تولیس артиков махсус برای برنامه кайф نیوز переходим к блоку объявлений. В Худжандский зоопарк срочно требуется охранник, садовник, ветеринар, слон, тигр, лев, зебра, обезьяна, попугай, жираф, 2 поручителя, деньги и участок земли, где будет строиться этот зоопарк.